سلام دوستای عزیز، بازم لطیف مهربان هستم. دوستای عزیز، امروز من شما را نشان میتم مکملا که چه قسم شما میتونین یک چینل یوتیوب جور کنین از شروع و چگونه دو ویدیو را شما مانتایز کنین و از طریق همان ویدیو با شما پول به دست بیارین. خب دوستا، در قدم اول باید به شما بگویم که شما هیچ وقت کوشش نکنین که ویدیو شما کاپی رایت باشه. یعنی ویدیو دیگه نفر هیچ وقت شما نمیتونین در چینل خود یا دمو اکانت یوتیوب خودتون اپلود کنین، به خاطر که اگه شما تو کار کنین دو دفعه سه دفعه سر شما کاپی رایت کلیم شوه، یا از کسی که ویدیوش هست و به خود یوتیوب شکایت کنه که این ویدیوی مرا این نفر اپلود کرده، با سه دفعه شما چی میشین که استرایک میبینین. وقتی که استرایک سه دفعه دیدن دیگه چینل شما، اگه یک ویدیو داشت، اگر 100 ویدیو داشت، اگر 1000 ویدیو داشت، دیگه چینل شما چی میشه که دیلیت میشه دیگه. دوستای عزیز، شما بسیار کوشش کنین که هیچ وقت ویدیو دیگه نفر یا از تلویزیون ها یا از شبکه ها هیچ وقت چینل خود اپلود نکنین. کوشش کنین که ویدیو شما 100% از شما باشه و ویدیو اوریجنال باشه، شما باشه. ویدیو کاپی رایت از دیگه جای نباشه، از دیگه نفر نباشه. خب دوستا، اول شروع میکنیم از اینکه شما باید به براوزر هر چیز که داشتین او طرف که آمدین اول میرین خود www.youtube.com سرچ میکنین. او را که سرچ کردین در دست راست در اینجا که آمدین و شما نشان میده که لاگین. وقت لاگین گفتین اوجا فقط ایمیل آدرس پاسورد خود میتین بود و شما به این صفحه به این صفحه با معذرت دوستا عزیز. شما دوستا عزیز به این صفحه این صفحه که آمد دیگه شما فهمید که شما لاگین شدین. بعدش به ترتیبش شما باید اول همون چینل خود عیار بسازین تا شما چه قسم پول به دست برین. قسم نمیشه که مستقیما یعنی شما برین ویدیو خود اپلود کنین و شما پول به دست برین. قسم نمیشه دوستای عزیز. اولی از خود کم تنظیمات داره که او تنظیمات از این باید شوه. خب وقتی که دست یوتیوب رفتین، اول خود وبسایت یوتیوب رفتین، اینجا آمدین، اینجا براتون میگه ساین این این بغل ساین این کنین. بازی که باز آمدین من در مای چینل من. دوستای عزیز با معذرت که کم دیگه اینترنت ضعیف است، مشکل داره. مای چینل که آمدین باز اینجا من در ویدیوز منیجر باز اینجا من در چینل من. دوستای عزیز چینل که انتخاب کردین اینجا باید این مانیتایزیشن هست. این مانیتایزیشن اینجا باید چی نوشته باشه؟ اول خب من این انیبل هست، من تیاری فعال است. اینجا به شما چی میگه که انیبل کلیک میکنین. اینجا که اینجا کلیک کردین، اول خب من قسم گفتم نکرد، من میبینین شما اینجا خودش از ماوس ما پایین میکنین خودش انیبل نوشته کرده و میجا این انیبل نوشته باشه او را کلیک میکنین. اونجا یک سه تا آپشن هست، او را تک مارک میکنین، صحیح میکنین، در پایین آی اگری میگن، اوکی میگن دیگه میشه. خب این که شد دوستای از یک چیز دیگه هم فکر شما باشه که در ادوانس هم اول من اینجا اول کشور انتخاب میکنین. کشور هیچ وقت شما افغانستان انتخاب نکنین. اینه سعی کنین ای کنتری اینه ما چک کنین از ما یونایتد ستیتس انتخاب است. ببینید از ما یونایتد ستیتس انتخاب است. یه که انتخاب کردین اینه چی میگن؟ ایره سیو میگن. درست؟ ایره که سیو کردین دوستای عزیز باز من در مانیتایزیشن، این مانیتایزیشن قسم که اول شما رو ما گفتم این با معذرت که مانیتایزیشن این همو جای است که شما چینل خود به اکانت ادسنزتان لینک میکنین. اینجا دوستای عزیز من این مانیتایزیشن شد. اینجا ایره انیبل میکنین. ایره که انیبل کنین گفتم سه تا صحیح می اول صحیح انتخاب میکنین، باز اگری میگن، اگری گفتین اوکی بگین. اینجا دوستای عزیز یک کار دیگه هم شما باید بکنین که برای ویدیوهایی که از 15 دقیقه بالاست، یعنی 16 دقیقه 17 دقیقه یا خود 15 دقیقه است، با شما چی میکنه کورم انیبل میسازن. این قسم انیبل میشه که اینجا انیبل کلیک میکنی، شما رو میگه شما شماره تون بتونی که شما رو ما وریفای کنیم یا تصدیق کنیم که شما درست است، یعنی شما از خود یک شماره دارین یا
شما کارتون مارتون یا شما کدام روبوت چیزی نیستین نه بازو میفهمین به خاطر سیستم های هکرها یا این کارا رو میکنن کسی هک نکنه خود یوتیوب دیگه ایره که انیبل کردین و ایره ایجا دوستای عزیز انیبل کردین که تا ایجا یک قسم موافقه ورکتشان میکنه که یعنی ما به می پالیسی های شما میگه موافق هستم من که شما میخوایم که شما پارتنر شم ایره که انتخاب کردین بعدش چی میکنین دوستای عزیز که میهنده ویدیوز منیجر اینو دوست عزیز یک میبینیم ما یک ویدیو رو از قبلا اپلود کردیم که در افغانستان چگونه آنلاین از طریق اینترنت پول به دست بیاوریم این عمومی معلومات است که ما به شما دادیم و این دوست عزیز باز چی میکنین اینا رو ما به شما نشون میدیم قسم شما هم فرض کنید تنظیمات شما کلش کردین درسته تنظیمات کلش جور کردین حال چه قسم به ما ویدیو خود اینجا اپلود کنیم باز برین مانیتایز کنیم دیدین یعنی دلار ساین که میبینین نه که ساین ای حال مانیتایز شده هر کس حال ویدیو مرا چک کنه سعی کنه تا آخر سعی کنه باز به من انشالله که پول ما به دست میارم اینجا من چی میکنم حالا ما شما من ویدیو داریم ویدیو خود اپلود میکنیم میره انتخاب میکنیم اینجا من به شما نشان میتونم دوست عزیز لحظه دوست عزیز که کم مشکل باید با معذرت دوست عزیز که کم مشکل به ایجاد آمد خب اپلود کلیک کردیم بازی من این ویدیو مسایی که درست این من انتخاب میکنم اینو دوست عزیز حالا من اینجا به این نوشته میکنم نام برش میتونم هر نام که میتونم من اینجا به این نام دادیم how to upload video to YouTube in Afghanistan چگونه میتونیم با یوتیوب ویدیو خود ما شما اپلود کنیم درست است این نام برش من انتخاب میکنم این اینجا دوست اینجا پابلیک انتخاب میکنی و به خاطر اگر پرایوت انتخاب کنی باستانا خودت میبینی اگر سکیجول انتخاب کنی باید به یک وقت بدی که بازو خودش اپلود شد خلاصه شما این پابلیک انتخاب کنین این بهتر است اینجا باز دیسکریپشن میتونین دوستا داده بتونین که در موضوع از ویدیو شما چی هسته من فقط امیر برش کپی پیست میکنم اینجا دوستا شما باید چینل دانه قسم پلیلیست یا لیست برای جور کنین که ویدیو شما اگر چند قسم ویدیو شما اپلود کنین اگه ویدیوی کامیدی دارین اگه ویدیوی درس دارین دیگه چیز دارین من آنلاین ارنینگ ویدیوز دارم این انتخاب میکنم این چی میگم آل پابلش میگم خب دوستا تا ویدیو ما کمپلیت میشه اینجا 100% برسه بازی کمپلیت میشه باز تامول در خیلی میکنه ما ویدیو رو استاپ میکنم شما انشالله چک کنین ویدیو تا آخر براتون به خاطر تا اینترنت ضعیف است کم تا اپلود شود خب دوستا قسمی که میبینین ویدیو ما اپلود شد 100% آل دیگه ویدیو ما آماده است که ما این را مانیتایز کنیم یا قسمی که شما رو گفتم ما چگونه ما این را آماده بسازیم تا ما شما پول خود به دست بیاریم خب با خاطر ازی بعد پس ما شما میریم در مای چینل بعدش در ویدیو منیجر دوستا عزیز میبینین این ویدیو ما شما که نام اپلود کردیم ما شما حالا ایره چگونه ما شما آماده بسازیم تا ما شما همون پول خود به دست بیاریم من سر می دلار ساین کسی همی علامت دلار که سر می کلیک میکنیم سر کلیک کردین اینجا چی میکنین شما دوستان عزیز که اینجا اسکرول پایین میارین اینجا چی میکنین مانیتایز وید ادز اینجا تو میکنین درست است اینجا چی میگن سیو میگن سیو چینجز اینجا که میگن دوستان عزیز که دیسپلی ادز overlay ads sponsored cards capable video ads ایش شد سیو شد درست است اینجا رو باش ما میگن the video manager اینا دوست عزیز اینجا شما سعی کنین حالا ویدیو ما چیزا مانیتایز شده خب قسمی که شما دیدین ویدیو خیلی مانیتایز شد حالا دیگه هر نفری که ویدیو ما رو چک کنه ان شاء الله با ما شما با دادی با چی می پیسه ما شما با دست میاریم خب حالا شما یک کار کنین که به خاطر دیگه حالا ما شما اینجا پول به دست ایجا آوردیم ویدیو ما شما مانیتایز شد چه قسمی پول خود ما شما با دست بریم به خاطر دی شما چی کنین که شما چینل ما رو سابسکرایب کنین این چینل لطیف مهربان رو سابسکرایب کنین
بعدش ما در ویدیو آینده با شما نشان میتیم که چگونه شما یک اکانت ادسنس بسازین. ادسنس اکانتی که ساختیم، باز پول ما که اینجا ما شما پول به دست آوردیم، بازی پول ما شما میره در اکانت ادسنس ما شما. درست است؟ شما این کار کنین که به ویدیو ما در چینل ما سابسکرایب کنین و شما میتونین همچنان دوستا که پیج فیسبوک ما رو لایک کنین و نام لطیف مهربان است همین پیج هم لایک کنین. ما طریق پیج فیسبوک خود بسیاری ویدیوهای نام که از کلش از همین طریق ما شیر میکنیم، ان شما لایک کنین. باز با ویدیو خود خب شما پیج فیسبوک ما هم لایک کنین. دیگه در ویدیوی آینده انشالله قسمی که گفتم به شما نشان میدم که چگونه شما ادسنس اکانت ادسنس به خود بسازین و پولتان از اون طریق به دست بیارین. خب دوستان انشالله وقت خوش داشته باشین، کلتان جور بخیر و آرام باشین.